خب دوست عزیز، امروز درس آخری ما بود و امید است که انشالله صنف انترشیپ ما شما که برگزار شد و بخیر ختم شد و موثر تمام شده باشه برای شما و تا آموخته باشین چگونه به صورت عملی بخیر محصولات خود پیدا کنین، امورای برند و تماس بگیرین و از اونها اپروال بگیرین، چگونه شما بررسی کنین که آیا اینا یک برندهای حقیقی هستن یا از کم هستن. اه، تمام اینا رو برای شما آموزش شده انشالله که بتونین که در روند کاری خود موفق باشین انشالله و خوب بدرخشین. و از ابتدا تا انتها هر سوالی که شما راجع به مدل هولسل آمازون داشته باشین میتونین که امشب بپرسین، انشالله به تمام سوالات شما جواب داده میشه. و انشالله و همچنان بعد از درس هم هر موقع که شما کدام مشکل رو برو میشین، کدام سوال میشه می داشته باشین، انشالله در خدمت هستم، چون اولین لیستینگ شما میشه. اگر خواستین میتونم بخیر برای شما در قسمت لیستینگ شما انجام بدین، ما تنها با شما همکاری میکنیم تا که دقیق شما بفهمید چگونه این عمل میکنه، درست است؟ و تا که یک راهنمایی لازمه داشته باشیم، چون اول کار یک کمکی سخت به نظر میرسه. انشالله که بعد از این کارم شما انجام دادین دیگه چیزی سخت برای شما نخواهد بود و براتون ساده خواهد شد روز به روز و لیستینگ های متعدد هم خودتان میتونین که انجام بدین. و یک چیز است که اغلب آمازون چون خاصیتش هم است زود زود چیزها رو تغییر میده، خود اپدیت های جدید میاد. شما میتونید در این مقطع زمانی اما کدام اپدیت جدید روبرو شدین و با مشکل مواجه شدین میتونید که همراه اکادمی تماس بگیرین، در او ورستن برای شما راهنمایی صورت میگیره انشالله. پس هر سوال داشته باشین میتونین بپرسین و همچنین رضایتتان راجع به اکادمی چگونه درس آموختین برای ما اعلام کنین، ممنون میشیم. سلامت باش. تشکر استاد محترم. دیگه من خیلی چیزا از شما یاد گرفتم به بخش هولسل آمازون. درسایی که شما دادن بسیار مفید بود برای من و انشالله که بخش لستینگ من از کدام برند یک پروفایل چیزا بگیرم و اولین پرودکت خود لیست کنم. سلامت باش. تشکر. سلامت باشین، بخیر باشین. سوالی داشته باشین همچنین راجع به درس محترم میتونین که بپرسین، انشالله در خدمت هستیم. تشکر. سلامت باش. سلامت باشین. پس شما رو به خدا یک تا میسپارم. بزنس خوب داشته باشین، انشالله در خدمت هستیم در هر مقطع زمانی. سلامت باش. تشکر. شما هم راست خوش فعلا. خدا نگهدار شما محترم. ریکارد تمرین کن، خدا. انشالله شریک میشه، درست از محترم. سلامت باشین. انشالله. تشکر. بخیر باش.